سلام دوستان. دیگه کار نیاز نیست. ساعت چنده؟ ساعت 2:28 دقیقه ما تشخیص دادیم که باید بیایم شهرداری قدم بزنیم. اسکمون رو خوردیم اومدیم شهرداری. آره به اعتقاد بیایم ببینیم شهرداری چه خبره. وقتی زندایی میگفت نریم بچه ها الان اونجا خبری نیست همه بسته است، فقط باید بهتون نشون بدم شهرداری ساعت 2 شب چقدر شلوغه. واقعا انگاری اول خوش سیزه بدن. آره می جناب آقای اکبر رازی اولین عکاسی که دوربین آورد استان گیلان. چقدر قشنگ درستش کردن. پارسال نه 401 زمستون 401 فوت شد بکنم. زمستون 401 فوت شد. باز اینم سرچ کنی به اتفاق فهمون 401. خدا رحمتش کنه. بچه انزلی بود. آخرین فیلم این سینما قلقلک بوده. میگن که پروم شده اینجا. اینم مجسمه میرزا کوچکخان جنگلی و اینم شهرداریمون رشت همیشه زنده. چی شده؟ چه داری میاد تو دوربین؟ بریم. مامان تو گفتی اینجا اصلا هیچکی خلوته باز نیست. اینا تا صبح نمیخوابن؟ تا صبح همینجوری بازه. یعنی چی؟ همینجوری هم شلوغه. اونورم بازی میکنن همیشه. چی ماما؟ شب تا صبح میگردن روز میخوابن. روزا میخوام. وقتی میبینم خواهر شوهر عروس دستم میگیرم خیلی اینجا شلوغه. دیگه چقدر شلوغ است مگه. خیلی ها رفتن. آره دستمو گرفتن عاشقانه دارن برای خودشون میان. یک ساعت زودتر می اومدیم دایی تمام این مغازه دیگه باز بودن چون دیگه نزدیک 3 شب الان. یادمون نبود. خب بچه ها ساعت 3 شب چی میچسبه؟ کباب کفی. کباب کفی. اون دودا رو میبینید از اونجا بارم بابا رضا اون امیر رودخانی.
نه چی که تو کاب چرکی دایی میگه کباب چرکی اونجوری میگادم دلش نمیاد بخور ایران نداره شب دیگه آخر شب قراره که همچنان دستمو بله الان نه سحری باید بخوری. آن دیگه مامان بچه ها ساعت 3 شب فقط کباب میچسبه دایی جون واقعا دست آقا مشتبه درد نکنه واقعا که زحمتی کشید با مبینا جون قربان شما بروم آورد به کباب سرای شهرداری کباب چرکی میتونی برای منو از سیخ بیرون بکشی بگن نمیتونم بخورم من اینجا جان مبینا جون اگر مرا کار داری غروب بیا شهرداری مرسی مردم بچه ها میگم چایمونو خوردیم غذامونو خوردیم بله داریم الان میریم دوباره سمت شهرداری بریم چایمونم بخوریم وای وای حیف که میترسم بعد حرکت بکنیم سمت خونه دیگه ساعت 3 شب واقعا ولی همچنان شلوغ شهرداری این خیلی باحاله شبیه اون میدون مالا هستا یه دونه میخواید اونجا بشینید درتون یه عکس بگیرم چی شد؟ از اینجا هم همه دیگه چایی رو دارن خب بچه ها ما دیگه تصمیم گرفتیم چای نخوریم دیگه بریم خونه دیر وقته آره دیگه وقت خوابه ساعت 4 صبح خوردی نوش جانتون خواهش میکنم مرسی خواهش خیلی خوش میکنم گذشت خیلی عالی به ما هم همینطور دست شما در خواهش میکنم امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره تا ولاگای بعدی خدا نگهدار خداحافظ